چطور در روز اومدیم با یه ویدیو دیگه. بچه‌ها عیدتون مبارک، امیدوارم سال خوبی داشته باشین و بریم سراغ این ویدیو. ما 4 تا شانس داریم، سلکشن کانترکت هم گرفتیم، میخوایم بیایم پک بزنیم. یه دونه چمپیونز لیگر داریم، 1 2 3 میخوام 13 کنسل برم، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 کنسل، 14 من ویدیو رو استوب یه ویدیو رو استوب میزنم، نمیخوام ببینیم چی میشه که علی انگلیس استرلینگ رو میده. استرلینگ. خب بریم شانس رایگان رو بزنیم از باکس این. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 کنسل. یه بار میریم انگولو کانته. یه کنسل بریم تو، بریم میگیریم یا نه، نمیده و بد شانسی به ما رو کرده، نمیده. کی؟ کارواخال. از این دوتا پک که هیچی. یه دونه ما میایم سرج گنبری رو بگیریم. 2 بریم. گنبری به ترکیب ما اضافه میشه. عجب شوتایمی، همش گوشته، هم عجب سوسیه. دیگه بریم. شانس رایگانه چیه؟ یه چه شانسی مونده من نزدم. آها این سیدون سلکشن کانترکت، من ازش فکر کنم آخری سلکشن کانترکت هم من این 12 رو میگیرم. نه چند تا شانس دیگه، 4 تا، یه دونه دیگه انگاری هفته بعدی میده. خب ما سرج گنبری رو گرفتیم، بریم بذاریم به جای بیاریم به جای کی بذاریم، مسی رو میندازم بیرون. بعد دوباره این کی بود، کجا بود؟ آها به جای موسیالا میارم. آدر آف ساینینگ نه دیگه، اینه این بابام کارواخال چرا رفت؟ گنبری بوستری چی باید بهش میدادم؟ بوسترش نمیدونم چی، با حالا میرم نگاه میکنم. الان میرم این فوتبال هاپ نگاه کنم اینم گنبری چه بوستری میخواد بهش بدم. خب 95 میشه با بوسترش، 96 کلا 101 میشه. خب 96 به جای این یکم میاد الان پایین. یه من ویدیو استوب بزنم باشه. جا بوستر
گنبری رو بذارید روی اگلتی، چون اگلتی بهترین بوستره برای گنبری. خب بریم داخل بازی. خب گنبری اینجا، گنبری بوستر کرافتینگ 156 تا دارم. رندوم دیدم ببینم میده یا نه. دفینیه کاسیم دارم خوب منش 101 بشه نگاه کنید. نه کاسینگ نه. اگلتی میخوام. اگلتی نگاه کنید. اسپید اکسلریشنش میشه 92. نشد دیگه. من میرم چیز میکنم. کراسینگ هم نه. رندوم بده من ببینم. کاسینگ نمیخورم. فانتاسیانا اگلتی دادی دیگه. دفعه اینجا همه چی دوبار میده. همه شو دوبار استراکر اگلتی آها دیگه. بوستر مناسب 93. اکسلریشنش رفت بالا. بلنسش با استامینش هم بدک نیستش. خب اینو میذاریم به جای کی بذارم؟ به جای مسی میذارم. نه دیگه نمیشه. واسه دیگه ترکیب 4-2-4 داشتم و مسی رو بذارم اونجا. این ترکیب 4-2-4 گیم پلن 7 هم ساختیم با 4-2-4. خب مسی گنبری. خب بریم این گنبری یه تست بگیریم ببینیم چی میشه. گنبری بچه این ویدیو گنبری ها. من تست گنبری رو بعدا براتون میذارم. مثلا توی لیگینا بعدا براتون میذارم. خب دیگه بچه تا اینجا ویدیو لایک و زنگوله رو بزنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. لایک و زنگوله فراموش نشه.